همچنین برای آنهایی که نفرهای دخلدار، آنهایی که امروز میخواهند زنهای ما، زنهای مسلمه، زنهای به ایمان، زنهای پاک دامن را امروز سطرشان را بکشند، یا آن نفرهایی که کارفرما هستند، برای آنها میگویم که از الله بترسید. زنهای ما را امروز، خواهرهای ما، خواهرهای به ایمان، پاک دامن، به حجاب را به حجاب آنها کاردار نشوید. آن نفرانی که کارفرما هستید، کوشش کنید برای همین خواهرها، خواهرهای به ایمان، خواهرهای پاک دامن عفیفه، شما کوشش کنید یک فضا، یک جای کار آماده سازید که آنها از همین ناگواری ها، از همین چیزهایی که ایمان آنها را خلالدار میکند، ضد عقیده آنها، ضد شرع ما و شما، شریعت ما و شما است، انشالله که شما وقتی این چیز را آماده میسازید، آنهایی که کارفرما هستید، تاجر هستید یا کارخانه ها دارید، وقتی این چیز را آماده میکنید، الله سبحانه و تعالی یک چند مراتبه برای شما برکات میدهد به کار شما، به مال شما. انشاءالله با همین نیت، با همین کوشش شما، انشاءالله الله برکاتش را، درهای رحمتش را برای شما میگشاید.